سلام داداش. عشق داداش. سلام داداش من اگه بهت بگم نگاه چی میشه؟ هیچ، فقط میبرمت خونمون یه شب مهمونه میشی. ای والله. خوش میشه. داداش ناموسا شام بدی من خوشحال‌ترم میشم. شام هم میدم داداش. این باشه دارم باشگاه میان میرم. بعدم وسط کار دارم باشگاه میرم آقا. نگاه بازوارو بازو ملخیار نگاه. 2000 years later. Yo guys, we're back here again with another YouTube video. Let's go. آقا یه جرأت حقیقت میخوام با کریس بریم به چخ برم. آقا بریم یه جرأت حقیقت بزنیم با کریس. خب بعد تو افتاد رو من. جرأت حقیقت. جرأت انتخاب دادم. خب ببین تا آخر ولاگ باید لال باشی، یک کلمه هم نمیتونی صحبت کنی. یعنی چی نمیتونم صحبت به هر کنم؟ حال جرأت رو انتخاب کردی، باید تا پاش وایس اینی مرد هشا بیخوابه. آقا از الان تا آخر ولاگ کریس لاله و نمیتونه صحبت کنه. اگه کریس نتونه حرفشو با لال بودن به ما بفهمونه، ما یه دفتری آوردیم که کلا 3 بار میتونه از اون دفتر استفاده کنه، ولی نمیتونه چیزی بنویسه. باید اون چیزی که میخواد بگه رو نقاشی کنه. اگرم نفهمیدیم مجازات داره که مجازاتش بستگی داره که چی باشه. من هستم و بقیه بچه‌ها هستن که مجازات رو براش تعیین میکنه. کریس اگه تو این ویدیو هم اشتباهی حرف بزنه مجازات داره. پس برو که بریم. آقا این هانی لاشی رو میبینید؟ اگه این ویدیو خب 2000 تا لایک بخوره این دیوسو من واسه 24 ساعت خدمتکارم. الان دیگه لاله هیچ حرفی نمیتونه بزنه. از الان شروع میشه تا آخر ولاگ باید لال باشی. یه کلمه هم نمیتونه اوکی ولی نمیتونی حرف بزنی. کریس داداش قد چنده؟ آقا ناموسن تو آقا ببین من 180م. خب ناموسن تو کامنت بگید من بلندترم یا کریس؟ من بلندتر نیستم. آقا یه فیلم بردار کدوم بلندتره؟ آنیم بلندتر. 184. من با 180 کفشو بگیر. کفشو لج داره کفشش. با کفشش داده 184. 5 سانت کفشش. داداش به این اصلا نمیخوری. خب الان یه چالش میخوام به کریس بدم که چی آقا بره سوپرمارکتی بادکنک بخره. خب بره به فروشنده بگه بادکنک میخوام با حرکاتش. کریس بیا برو. ما خسته نباشید. حاجی فهمید که رکب خوردیم کیو مکس. خب حالا اگه میتونی رمزو بگو بابا. ببین از دست نمیتونی استفاده کنی. نکن آقا مجاز. آقا چالشه دیگه. فقط باید بگی. ماشین سریع نگه. بگو. نه آقا نه چالشه آقا. تقلب کرد ولی اب نداره. اسم این چیه کریس؟ نزن
بره ویدیو. اومدیم رنگین کمان 4 مردم. لاک چه رنگی دوست داری؟ آقا اول نده. نه لاک چه رنگی دوست داری؟ بیشوخی داره فکر میکنه. صورتی. نیفهمش میگه بگو من شاید بفهم. میگه اینجا داره به خانوم اشاره. ساعت چینی؟ منم خیلی چیزای دیگه متوجه میشم. من چی لاکه؟ داداش من بسم لاکه. لاک زمینه میخوای استفاده کنی از کوپنت چیز کنی؟ آقا اوکی. حاجی من همین میخوام باشه پشت ماشین. یه دونه‌شو داره استفاده میکنه. 3 تا بود شد 2 تا. همون که فاضله. گفتم نقاشی نه گفتم می‌نویسی. خب اینو من فهمیدم. خب سفید. دان 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 دان. خب بابا یه کلا نگو. آقا لاک سفید دوست داری. خب آقا شنا یا دراز نشست؟ شنا باید شنا حالشه بدونم دیش باید شنا. آقا شنا شنا 15 تا. اب نداره شنا میری داداش مهم نیست. آقا نها داره جرزنه میکنه. آقا شما یه چالش بهش بده. اگه نتونست بره مجازاتش لاک سفید میزنم بس. کیفتو در بیار. خب در بیار. اون من خیابون فیلم زرده به زبون لالی چه بازو هم داره وسطش باید دستم میتونه بازو داره باش همینه ایول برو یک وایسی میشه خب نه قشنگ برو پایین سرتو بیار بالا سرتو بالا دیگه شنا نیستش 5 تا برو 5 تا 6 قشنگ میام میشه رو میرم قشنگ برو عالی قشنگ شنا برو دیگه عزیزم قشنگ آقا من نظرمه آقا بیا اینجا این فندک رو بگیر این فندک رو بگیرم
رو 2 تا از تارموهای کریس اینجوری فیس فیس بزنم ببینم چه جوری میشه. چه ببین معمولا بو کله پاچه میده. خب چون من 2 سال پیش بچه‌ها موامو یه چوسه اینجاشو سوزوندم بو کله پاچه دادم. الان میخوام حاجی حواس کله پاچه کردم. نه بکن اینو حواس کله پاچه کردم حاجی. میخوام ادای کریس رو ببینم. Hello Wagwan guys, back in another video. Yo guys. از 1 تا 10 نمره بدید. اینترو من خفن بود یا اینترو ایشون؟ الان با دست یه نشون بده که ما بفهمیم اینجا مثلا چی میخوای، چی دوست داری برات بخریم. یه عده وسیله بخره از اینجا، اکسسوری که میخوای. کشتی آره این لنگرش این کشتی بادبان ها رو کپ داری که آجی میخوای بکشی انگشتر گوشواره. خب انگشت چه گوشواره میخواد؟ چین گردن بند دستبند. خب دستبند انگشتر کلاه داری ولی خب من یه هدیه دیگه برات دارم. حدس بزن چی؟ چیه؟ این چی بود؟ نمیدونم چی میگه ولی نه. ولی همونی که نه. موزه فندک یه فندک کو همین چیزیه که الان دارم. مربوط به همون فندک است. به به کادو داریم. چه قرار کادویی؟ سورپرایزی جفتشه دیگه. آجی جفت خودشه. دان 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 کیری اه آقا چند بد بدن اینا همینجا بشکنیم. وای نکن انصافا نکن. حاجی این به در دعوا میخوره اونجا مثلا کریس دعوا شد اینجوری بره بالا قرار میگه شما ندیدید ولی کریس تو این ویدیو ریل زد. ریلش هم اوف نگاه چه لعبات پروتز میگن حاجی. این لعبا خوردن نداره آقا. عمل نکنید، نچرال باشید، نچرال. آقا این میخواد بوسش کنه من نمیذارم. میگم آقا حرامه آقا، خوب نیست. دفعه عرومه قدر ادب دادش دوست دختر حلامه. یا همینجا تموم شد این میتونه حرف بزنه. آره حله آقا. لایک و سابسکرایب یادتون نره. کامنت انگلیسی هم سابسکرایب کنید. حتما سابسکرایب کنید. آره خلاصه کامنت انگلیسی هم یادتون نره. اینو میبینید؟ بگو 2 کال لایک بخوره. آره 2 کال لایک بخوره این ویدیو من اینو خدمتکارم میکنم واسه 24 ساعت. ویدیو بعدی خدمتکاری هانی عشقانی قدر ادب